خیر است جون با وجود اون که اینقدر سرسون و سرگردان بودیم طول این روز رحمت که اومده نیمه گفتین ما خواستیم که مردم را اصل واقعه را برسونیم تا جایی که میتونیم. شما که هموطن هستین این روزی بازبین یک کلبورا دو تا فرزند زیر پنجره چند تکنیم کمک کنیم. خیر است جون تا جایی فهمیدیم هرش فرزندای شما هستیم. آقا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از اون برادران عزیز، فرزندان من سید اکرم و عمر جان یا هرشون از یک قدر مادر در یک قید خودبخت وارفته کمان شده. وقتی که این خبر ناخوش رو من میشنوم ای مسکو 200 کیلومتر دور طرف تلیر بودم. سید اکرم بچه مرا میلیشنیرو پولیسو دستگیر کرده حجت میپرسن. در وقت همین حجت پرسیدن بچه من با فکر یک دست سوالی که حقیقی داشته همین را در میلیشنیرو در میتیم در همین سوالی که دادگیش بچه من را با دو نگاه ها لط کوب میکنن. لط کوب میکنن. وقتی که این دادرش عمر جان میبینه که اکش زده است این در ویدیو نیست این را نگرفتن. دستی اکش شکستگی بود. همین دستای شکستگی که وقتی تا در آواز اکش طاقت کرده نمیتونن. خیلی برادر یا خون یک یا طاقت کرده نمیتونن. همه سرنانش گم میکنه و بچه که در پولیس ها حمله کرده اکش خلاص کردنی میشه. خیلی برادرها من در این کار فرزندم راضی نیستم. وقتی که این را شنیدم من بهتر ناراحت شدم. در شهر تلیر بودم. اگر در مسکو میشتم همون زمان رسیده همونجا در حادثه به اومدم. من بچه یعنی عمر زنگ زد که اوتا پولیسو اکرم هم که لازم کردن. من پولیسو را زدم. من تو احمقی که پولیس میزنی میگه اوتا جان در آواز اکرم طاقت کرده نتونستم. بعد از اون عمر جان در کوارتیر بودگی هم ای کوارتیر پولیسو چرز همین کامیرا میگن کامیرا کتی گفتن که چکو کردن عمر در همین خونه در کوارتیر در پیش مردم در پیش هم بچه لد کوب میکنن. تو آوردنش موی سراش باور کنیم دیگه دیجیمه که بچه با یک موی خوشوی همبوری داشت که من بچه من نشناختم. بچه من این زدگی کندگی بچه را تا حاضر من بچه من ندیدم. در چی حالت من نمیدونم. رفتم در سلیدواتل در گفتن که همین شو بچه ها کسی کار کردن سلیدواتل رفت یاد نیست. با این موبایل نشان به بازار اومده است. با حال ایداره که فرزندان خبر ندارم در چی حالت هست. خیلی برادرها یک خدا فکر میکنه که این پولیس زدن. خیلی بغلی پولیس زدن این گناهکاره. لیکن اکر وقتی که عذاب میتیم دادر طاقت نتونسته بچه یا شد نه مهم دیول 18 بود که 18 ساله بچه یکم سال روسیه اومدگی شد. ترتیبات روسیه را خنده میدونه. باور کرد بچه هم بسیار بچه ما عبور کردم. بسیار زدم. عمر بسیار زدگی هم همین دلی خونه براورده زدگی هم شتکش کرده آوردگی هم دل التماس برادر مومن مسلمان مرا توبری بفهمید یک کلو در کامنتر رو بود نگن که این بچه برای چی خیلی کرده میرسنی رو را زده اوبری توجگاه را پس کرده است یا این نه وای اکش هم محافظت کرده است. که وقتی که او اکش برای عذاب و دست شکستگی فریاد اکشش نگیده است خودش گرفتن نتونست از بچه مرا میگه که آتا جان ما گرفتن نتونست کنم. من گفتم بچه هم هیچ جا نرم یکان جا نرم من تا آمدن بیست من
تو بگریزم ترا میقپم نگریز یکم جا نرم اومد همه خونه زندگی کردگی همین کوارتیر همین پولسکی یکم میترو دیگه جدا نرفته گریختن اگر فکر گریختن میکرد بچه دیگر جهادا میگریختن یور رفیقو بدن که یور که میسازه میگریزوندن من همین چیز در ایترید اجازه ندادم فرزند من گفتم که تا همین گناه را سزاوار کده باشی بیست بچم اگر تر همین شب اگر خرپیدن برایم تو همین چی را باکر اساسش خودت بگو که اکم زدم دستش شکستگیش لحت خوردگیش توپ دادم دود اکمش نمیدم حقیقت کردن نتونستم نمیز فارغ کردم دست یکش من وقت شکستگی بودن چند وقت پیش شکستگی همین دست گیپس میکنم سوز گیپس نمیشه همین دکترای همیشه کردگی هست او چیوش فرافکوش چیوش هست که دست در جوش رفتگی نیست خیلی روز دیگر بودم لگم چی نشید همین در اکتم باید که دست ایسر چکنیم بود اپیرات سکرده ایسر گیپس کردن برای متقورا نمیکرد سعید رنگ یک دستش اینوالید بود یک دست اینوالید داشت کار کرد نمیتونست من چطور فرزند دست شکستگی رو مجبور کنم اصلا فرزندای من فرزندای خوب بودن نمازخوان بچه اسلام با خبره نه که وقتی که این کار من شنیدم من همون شب من در بچه من در تلفنش زنگ میزنم سعید اکرم زنگ میزنم باور که بچه رو دوبین که شب کدگه تلفن اکران شکستگه محیدش دیگه در همون عجل تا سحر زنگ میزنم همون عجل بودگه تلفن رو برداشته جواب دادن نمیتونم که کی زنگ زده روی اکران معلوم نمیشوند شکستگی هست گفتم که این تلفن کار کردیستم من خواتیر من فرزندم که چی شد حول فرزندم من همین گفت شنویدم دیگر من یکم تا سحر من یکم گفت نشنویدم ای کدام یک سعید یک جورش کردی سر کار کرد از من چی کرد همون مرا خبر داد که عمرم قبیده برده نه عمر شدره که شده تا همون وقت نه سعید شده و خدا خونی جیگر شدیم من تا اومدن الله می شایده که من در چی حالت بودم اون وقت خیلی برادران این در جای بچه ای من مثلا شما یک اکر دادر میسون چینه که اکر بزنه برادر اجانش هم سر میشه در همون وقت سر بگم همین جنایت فرزنده من همین که ساده کرده